زکات دانه ها و میوه‌جات. الله تعالی زمین را برای مخلوقاتش مسخر نموده تا حبوبات و میوه‌جات برای آنها بدهد و الله تعالی بر آنچه در زمین میروید و قابل استفاده میباشد زکات فرض گردانیده است که نخستین انواع آن دانه ها و میوه‌جات میباشد. الله تعالی میفرماید حق آن را در روز خرمن کردنش بدهید. و نیز در حدیث شریف نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند در آنچه که از باران و چشمسارها آبیاری می شود و یا از جمله دیمی باشد عشر یعنی 1/10 و آنچه با آب کشیده آبیاری می شود زکاتش نیم عشر یعنی نصف 1/10 است. و در دانه ها و میوه‌جاتی که زکات واجب است شرط شده که قابلیت ذخیره شدن را داشته باشد و اگر از خاروبار روزانه بود در آن زکات نیست. همچنین شرط شده که از جمله چیزهای پیمانه‌ای باشد، یعنی از آنچه که با ترازو وزن شدنی و با پیمانه ها نیز قابل مقایسه باشد. این فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بر آن دلالت دارد. در حبوبات و خرما تا اینکه به 5 وسق نرسد صدقه نیست. اگر از جمله مکیل و موزون نبود مانند سبزیجات در آنها زکات نیست. زکات در آنچه که در اثر کشت انسان در زمینش بروید واجب است. اگر خود روییده باشد در آن زکات نیست. اما نصابی که در آن زکات واجب می شود این است که به مقدار 5 وسق باشد که مساوی با 300 صاع نبوی است که برابر با 612 کیلوگرم گندم می شود و انواع مختلف یک جنس از محصولات همان سال با هم جمع می شوند تا نصاب را تکمیل کنند. زکات در حبوبات هنگامی که دانه هایش سخت شد و در میوه‌جات زمانی که شکل گرفت واجب می شود طوری که میوه قابل خوردن باشد. کسی که حبوبات و میوه‌جات را بعد از وجوب زکات بر آنها فروخت زکاتش بر فروشنده است، زیرا که او مالک آنها در هنگام وجوب زکات بوده است. در مورد مقدار زکات واجب در حبوبات و میوه‌جات علما گفتند واجب عشر یعنی 1/10 می باشد در آنچه که بدون مشقت و بدون مصارف آبیاری حاصل شود، مانند آبیاری با آب باران و آب چشمسارها، در حالی که واجب نیم عشر یعنی نصف 1/10 است در آنچه که با مشقت و با مصارف آبیاری شود، مانند آبیاری با آب چاه‌ها، و در آنچه که گاهی با آب باران و احیانا با آب چاه آبیاری شده باشد واجب 3/4 1/10 است. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند در آنچه از آب باران و رودخانه و چشمسارها آبیاری شده عشر است و در آنچه به وسیله ثانیه یعنی شتر از چاه آب کشیده آبیاری شده نیم عشر می باشد. و کسی زمینی را به اجاره گرفت و در آن به کشت و زراعت اقدام کرد زکات محصول کشاورزی بر اجاره گیرنده است نه بر مالک زمین، ولی بر مالک زکات کرایه‌اش لازم است اگر به تنهایی به نصاب برسد و یا با یک جا شدن پولهای دیگر و یا کالاهای بازرگانی اگر به نصاب رسید و بر آن 1 سال کامل هجری نیز سپری شود. و گرفتن بها از زکات و یا گرفتن زکات از بهای خرما و یا محصولات کشاورزی که به فروش رسیده اگر به آن نیاز باشد و یا مصلحتی مقتضی آن بوده جایز می باشد. و از رحمت اسلام این است که از عهده کسی که حبوب و میوه‌جاتش بدون تقصیر تلف شده زکات را مرفوع کرده است. اما اگر عمدن و یا در اثر بی احتیاطی در کار تلف شده باشد بر وی زکاتش واجب است و در اصل زکات واجب نیست، زیرا که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ روایتی وارد نشده، ولی اگر کسی به رضایت خود زکات آن را بدهد بهتر است، شاید باعث فزونی رزقش و برکت بیشتر گردد.